سلام رفیق، چطوری؟ تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یک ربات هوش مصنوعی خفن که میتونه برات عکس تو بگیره، اجزاشو تشخیص بده که چیا هستن. تو میتونی با استفاده از این هوش مصنوعی عکس تو بفرستی و تمام اجزای عکس تو اسمشون رو بفهمی. بریم سراغش. خب دوست من، به کانال فاکس پروگرام خوش اومدید. اسم این ربات ویژن بات هست که لینکش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو برات گذاشتم. وقتی که وارد شدی استارت رو بزن و عکس تو برای ربات بفرست. وقتی که عکس تو ارسال کردی، بعد از گذشت حدود 1 دقیقه به تمام مشخصات اون عکسی که واسش فرستادی و میگه. شما با استفاده از این ربات میتونید جای دیدنی که اسمشو نمیدونین رو بفهمین که کجا هست. یه سری تنظیمات هم داره که شما میتونید روی اون تنظیمات قرار بدین و یه چیزایی مثلا ضعیف‌تر بهتون میگه که اونم این حالتی است که اینجا بهتون اشاره کردم. دوستان همونطور که میبینید الان زبان این ربات برای من به شکل روسیه است و من میخوام این زبان رو بگیرم به زبان فارسی تغییر بده. بله دوستان، الان زبان ربات به فارسی تغییر کرد و شما هم میتونید به همین شکل زبان رو عوض کنید. حالا اگر عکستون رو بفرستید، تمام اجزای عکستون رو به زبان فارسی بهتون میگه که چیا هستن. بله دوستان، همونطور که می‌بینید تمام اجزای عکس رو بهم اینجا به فارسی گفت. حالا ما می‌خوایم بزنیم روی یک حالتی که قدیمی تره و این حالت خیلی بهتر میتونه تمام اجزای عکستون رو بهتون معرفی کنه. بله دوستان، من مجدد همون عکسی که واسه ربات فرستادم رو دوباره میفرستم و توی این دفعه می‌بینید که بهتر بهمون توضیح داده، حتی مکانش هم بهمون گفته. بله دوستان، به همین سادگی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.